درود و ارادت خدمت دوستان عزیز. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز با آموزش VPN رایگان با اپ ویتوری و NPV برای اندروید و iOS در خدمتتون هستم. اول اگر دسترسی به گوگل پلی داریم نرم افزار ویتوری رو نصب می‌کنیم و اگر دسترسی نداشتیم داخل گوگل اپ ویتوری برای اندروید رو سرچ می‌کنیم و دانلود و نصب می‌کنیم. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردیم احتیاج به سرور داریم تا بتونیم نرم افزار رو ران کنیم. یک فرق جزئی اپ NPV تونل با ویتوری داره که در انتهای ویدیو بهتون توضیح میدم. خب مرحله بعد اینه که مرورگرمون رو باز میکنیم و قسمت سرچ ویلس کانفیگ آپدیت 10 مین گیت هاب رو سرچ میکنیم. دقت داشته باشید پایین سایت گیت هاب زده فری ویتوری کانفیگ. وارد سایت گیت هاب میشیم. خب اینجا صفحه رو میاریم پایین. اینجا میبینیم که 10 تا سابسکریپشن بهمون داده، 10 تا اشتراک بهمون داده. اینجا آدرسی رو که بهمون داده کپی میکنیم. دقت داشته باشید جای کپی برامون تیک میخوره. بعد میایم یک تب جدید باز میکنیم و آدرسی رو که کپی کرده بودیم رو قسمت سرچ مرورگر پیست یا جایگذاری میکنیم. بعد قسمتی از متنی که برامون آورده میگیریم تا بتونیم روی سلکت آل بزنیم و کل متن رو کپی کنیم. و مرحله بعد نرم افزار رو باز میکنیم. من چون از نرم افزار رو باز داشتم خب اینجا من اول کل سرورایی رو که دارم رو پاک میکنم و از بالای صفحه به علاوه قسمت import config from clipboard رو میزنم. این کار ممکنه برای بعضی از گوشی‌ها یکم زمان بر باشه تا سرورها رو اد کنه. خب اوکی سرورها اد شد. بعد از اینکه سرورها اد شدن روی 3 نقطه و گزینه ریل دیلی آل کانفیگریشن میزنیم و اجازه میدیم که سرورهای سالم و خراب رو بهمون نشون بده. خب تا اینجای قضیه چطور بود؟ اگر از ویدیو خوشتون اومد براش لایک بزنید تا در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و جدا از اون اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردی میتونی الان این کار رو انجام بدی. خب بعد از اینکه تست سرور تموم شد دوباره روی 3 نقطه میزنیم و گزینه delete invalid config رو میزنیم تا تمام سرورهای نامعتبر رو برامون پاک کنه. بعد یک سرور رو انتخاب میکنیم و روی استارت میزنیم و میتونیم پایین صفحه رو بزنیم که از کانکت بودن سرور مطمئن بشیم. یک نکته دوستان اینکه هرچی MS پایین تر باشه سرعت اینترنت بالاتره. پس وقتی تست میزنید 2 یا 3 بار بزنید که دقیق تر بهتون نشون بده MS رو. معمولا زیر 1000 سرعتشون خوبه و هر موقع سرورها براتون کار نکرد و قطع شدن دوباره همین مراحل رو انجام بدید. معمولا بالای 1 ماه این سرورها براتون کار میکنن. خب فرق اپ iOS NPV تونل با ویتوری این هستش که گزینه‌ای برای تست کانفیگ نداره و باید یک سرور سالم بهش اد کرد که میتونید با ویتوری تست کنید و بعد به NPV تونل اد کنید و اینجوری وقتتون رو زیاد نمیگیره. برای اد کردن هم میتونید از طریق شیر کردن QR یا کپی کردن اکسپورت تو کلیبورد برای اد کردن هر سرور انجام بدید که اگر گوشی کنارتون باشه QR بهترین گزینه است. من الان یک سرور رو اد میکنم داخل NPV تونل.
خب MPV تونر رو باز میکنیم، میایم قسمت کانفیگ، به علاوه و گزینه QR آخرین گزینه رو میزنیم. خب دوستان سرور اد شد، میشه آخرین سرور. بعد میایم قسمت هوم، استارت سرور رو میزنیم. بخاطر اینکه اپ رایگان هستش امکان داره تبلیغ بهمون نشون بده. گزینه اسکیپ و کلوز رو میزنیم و میایم قسمت استات که ببینیم سرورمون سالم هست یا نه. اوکی. اینستاگرام رو باز میکنیم، میریم داخل اکسپلور برای تست سرعت. خب میبینیم که سرعتش خوبه و قشنگ داره بدون اینکه دیلی داشته باشه باز میکنه. خب دوستان امیدوارم دیگه مسئله VPN نداشته باشید و براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعد به خدا میسپارمتون.